سلام دوستان گوز، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو از چنل من. امروز میخوایم تایر لیست گانهای میتیک بازی، یعنی 27 تا گان میتیکی که کال آف دیوتی موبایل تا الان به گیم اضافه کرده رو با هم ببینیم. این تایر لیست 4 تا بخش داره که خدا عالی میتونست بهتر باشه آشغال. و اینجا ما با قدرت گان کاری نداریم، فقط طراحی آیرونسان، صدا، کیل افکت و این چیزا. بریم با هم ببینیم این ویدیو رو. اولین میتیک بازی فنک به خاطر اینکه اولین میتیک بازی بوده ما بهش آسون میگیریم و اینو میذاریم توی به خاطر آیرون سایت عالی دیجیتالیش و رنگایی که داره و رنگایی که باحاله و من میدم بهش عالی. دوستان این نظر شخصی منه و اگه به نظرتون مشکلی داره این لیست میتونید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. گان دوم پیسکیپر وقتی که آیرون سایت نداشت میتونست بهتر باشه بود جایگاش، ولی اونجایی که آیرون سایت گرفته جدیدن میتونم بذارمش تو عالی، ولی چون سختگیرم میذارم میتونست بهتر باشه، زورم زیاده. گان بعدی ازول میتیک خدایی من باش خیلی حال میکنم و جدیدن هم آپدیت گرفته، با هر کامبوکیل رنگ منگاش عوض میشه. نمیدونم آپدیت چی بود ولی باحال بود. یه اکانت کرکی داشتم من، ازول میتیکو داشت، اولین میتیکم هم همون بود دیگه تو اون اکانت کرکیه. به خاطر همین میتونم سختگیری کنم بذارمش توی ازول. از نظر من یه جایی باید بین این دوتا باشه، ولی ما میذاریم خدا. اصلا در موردش حرف نمیزنم من. LW3 میتیک توندرا، این گان چون جدیده و به نظرم اصلا اکتیویژن سرش وقت گذاشته، ولی اون چیزی که من میخواستم نشد. دارک و تم دارک در نیومده و ریده یه جورایی اکتیویژن. آیرون سایتش اسکوپش شاید قشنگه، یکم لیزری ما میذاریم میتونست بهتر باشه. هولگر میتیک میگم بذار در موردش فکر کنم چی بگم. بریم توی آشغال، چون نه آیرون سایت داره نه طراحی نه چندان باحالی هم نداره والا. AK 117 لاوا میتونست واقعا بهتر باشه، کیل افکت خیلی باحالی داره، ولی اونجایی که رایگانه من میذارم توی عالی به خاطر اینکه رایگانه. کیل افکت، صداهای باحال، بعد فول آپگریدش هم کنید که دیگه هیچی. تمام این نظر تایر لیستی که من دارم میذارم لول 0 گانن. 69 میتیک به خاطر اینکه خیلی حرف میزنه و آیرون سایت گاد، طراحی خیلی گاد، من میذارم دیگه. کیلوی میتیک اون زمانی که کیلو اومد اولین دومی آیرون سایت دیجیتالی بازی بود، بعد از فنک بود دیگه. دیجیتالی منظورم مثل 117 است، میبینید به خود گان نچسبیده. من میذارمش میتونست بهتر باشه. چرا؟ چون طراحیش واقعا معلوم نیست چیه. یه ذره کیل افکتش خوبه، صداهاش هم خوبه، ریلود عوض میکنی اون صدای خنده شیطانیش هم باحاله، ولی میتونستم بهترش درستش کنم. AMR اولین اسنایپر میتیک بازی به نظر من میتونستن بهتر درستش کنن، عالی ها، ولی خب من میذارم میتونست بهتر باشه. یا سب کنیم که تجدید نظر کنیم درباره این. من میذارمش تو عالی، نظرم عوض شد. طراحی خوبی داره، ما داریم در مورد طراحی حرف میزنیم. طراحی بستی داره و صدا بداش هم گاده. QQ میتیک QQ9 به خاطر لول 0ش که آیرون سایتش خیلی آشغاله، من میذارم میتونست بهتر باشه. اکتیژن واقعا اینجا رید به تمام مردم. خب تو که داری گان میتیک درست میکنی، بیا آیرون سایتشو همون اول یه چیزی بذار که دیگه خیلی پول پلستین اکتیویژن، ولی همه چیه QQ9 خوبه بجز آیرون سایتش دیگه. من میشه گذاشت میتونست بهتر باشه، گذاشتم دیگه. اودن میتیک واقعا یکی از بهترین رایفل های بازیه.
قدرت زیادی داره، ولی ما اینجا با قدرت کاری نداریم. 10 بار گفتم اینو فکر کن. ما میاریم میذاریم توی عالی. برای چی؟ به خاطر اینکه هم آیرون سایت گادی داره، بعد یه آپدیت هم اومد براش، بار دومی که اومد خیلی بهترش کرد. چیزای گردون مردونش هم عوض شد فکر کنم. به خاطر صدا آیرون سایت و طراحی خوبی که داره من میذارمش توی عالی. MD42 متیک دومی خدا. برای چی؟ چون واقعا سرش وقت گذاشتن، اصلا معلوم فیلم سینمای روش با هر کامبو کیل قیافش عوض میشه و شلوغ‌تر میشه. آپگریدش هم کنید گاده. آیرون سایت بست، اصلا آیرون سایتی که این داره این بشر داره، از نظر من یکی از بهترین آیرون سایت های بازیه. کیل افکت گاد آپگرید شدهش، البته میتونیم کیل افکتش ازش قبول کنیم. طراحی بست، گانه وقتی ریل دادش رو عوض میکنه اصلا گاده، موشک میزنم به ریل دادش در میاد. آیرون سایتش هم که دایره خوشگله، خیلی زیباست. تایپ 19 میتیک من باش حال نمیکنم. دروغ خاصی هم ندارم، من باش حال نمیکنم واقعا. FF یاره میتیک زمانی که اومد خیلی قوی بود، کلا گانو دارم میگم، ولی چون ما اینجا با طراحی کار داریم 10 بار 12 بار گفتم تا الان FF میتونه سوم خدای ما باشه. چرا؟ چون آیرون سایت لول اولش خوبه، لول دوم سومش خوبه، لول پنجمش هم دیگه گاده. واقعا طراحی گاد، شمشیر واسه خودش، میشد کاتانه میتیک بهش گفت. ریدم، بیا این بالا. صداهاش گاد، کیل افکت گاد، همه چی بست. گیریک 6 میتیک، گیریک 6 امید 6 میتونم بگم عالیه. چرا؟ چون وقتی آپگریدش میکنه رو میره و با هر کامبو کیل خوشگل‌تر میشه. میتونه عالی باشه، میتونه مثلا اینجایی نباشه، بیاد مثلا بالاتر، اول عالی مثلا میگم اینجوری، مثلا ترتیبش این بشه. CBR فورد میتیک در موردش حرفی نمیزنم، رد میشم. آیرون سایت CBR فورد قشنگه ولی سرش اصلا وقت نذاشتن. سر اون آکواریوم فقط یکم بازی کردن، اونو در آوردن. BP50 متیک میشه به این متیک گفت یکی از بهترین میتیکای مولتی پلیر، ولی چون ما اینجا با طراحی کار داریم 13 بار تا الان گفتم، من BP50 رو میزنم عالی. واقعا یکی از بهترین میتیکای بازیه، واقعا از خود عادیش خیلی بهتره. واقعا میتیک بازی رو اینور اونور میکنه. سویچ بلید میتیک قوقا کرد زمانی که اومد، اصلا بست. طراحی وقت گذاری شده، وقت واسه گذاشتن. با هر کامبو کیل عوض میشه، حرفم میزنه، با ریلوداش هم حرف وات میزنه. بعدش آیرون سایت گاد وقتی داری تیر میزنی عدد تیراتو بهت نشون میده. یکی از بهترین میتیک های بازیه دیگه. دیل میتیک من میذارمش، میتونست بهتر باشه خدایی، ولی چون تعصبی هم بعضیا ما میذاریم اینجا. اول میتونست بهتر باشه، یعنی یه جورایی اینجا آخره، ولی ما میذاریم اول اینجا. جک 12 میشه گفت دومی چندمیه، پنجمی خدای طراحی کالاف، که واقعا حیف که این طراحی سر این گان خرج شد. آیرون سایت بست، کیل افکت گاد، صداهاش گاده، بعد دیگه طراحیش خیلی خوبه و با هر کامبو کیل هم که ماشاءالله انقدر عوض میشه، انگار آپگریدش میکنی با هر کامبو کیل. یوزی میتیک بعد از جک 12 دیگه داره پخت و پز میکنه اکتیویژن، و یوزی هم میشه گفت یکی از بهترین طراحی های گان های میتیک بازیه از نظر من. XM4 میتیک ما با طراحی کار داریم، دوباره میگم XM4 میتیک رو ما میتونیم بذاریم اینجا تا ته، اینجا یا اول یا آخر، ما میذاریم این آخر. به چه دلیل؟
انیمیشن ریلودش خوشگله، صداهایی که ریلود عوض میکنی باحاله دیگه، کیل افکتش خوشگله. گرای میتیک ما این گرا به نظر من خدای قوقا کرد. من کاری با قدرت گرا میتیک ندارم، به نظر من عالیه یا خدا، ولی من میزنم بعد گریکس اینجوری بشه. خداهای ما اینان چون خیلی خوشگلم. خوبی به نظر من در سادگی نیست، در شلوغی هم نیست. میگم یک چیز باحال باشه. اول میتیک از نظر من هنوز اوله، میبینید دیگه. AK47 میتیک میشه گفت خداست، واقعا یکی از خداهاست. مشکلی که AK47 داره آیرون سایتشه که من خودم AK47 میتیک دارم و وقتی 2-3 روز باش بازی میکنی اصلا انگار عادت میکنی به آیرون سایتش، واقعا عادت میکنی. مشکلی من به آیرون سایتش ندارم. کیل افکت خوشگل، فقط مشکلش اینه که باگش به نظر من اینه وقتی تو بتل سوم شخص داری راه میری کیل میزنی، کیل افکتش چیزش عوض نمیشه، قیافش با هر کیل. تو مولتیه، تو اول شخص باید عوض میشه. این گفتم بدونید. 2 تا از بهترین میتیکای بازی که از نظر من جفتشون خدا هن. اینو میذاریم خدا، اینم میذاریم خدا، تمام. چرا M13 خدایی؟ چون زمانی که اومد بهترین طراحی رو داشت، بهترین، یکی از بهترین گانهای میتیک بازی. صدا عالی، انیمیشن ریلود بیست، گان این پیک، دنس گان گاد، خدای دیگه. کل M13 خداست، اصلا من در موردش حرف نمیزنم. کسایی که دستشون اومده میدونن چی دارم میگم. AK117 به خاطر آیرون سایتی که داره، آیرون سایت دیجیتالی گاد، لول 1ش لول 0 دیگه یکم مشکل داره به نظر من. خیلی یه حلقه دیگه اومده دیگه، بعد آپگریدش کنین تا بست بشه، بهترین بشه. بعد انیمیشن ریلودش 10/10، آیرون سایت لول مکسش 10/10، لول 0ش 7/10 از من میگیره از نظر من. بعد طراحیش خوشگله، صداهاش باحاله، همین دیگه. AK117 100% دست همه تو یک بار حداقل افتاده، خودتون میدونید چه خداییه واقعا. این شد از تایر لیست ما. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه. چنل منم به دوستاتون معرفی کنید و یه لایک و یه کامنت هم زیر ویدیو من بنداز. بای بای.